سلام بچه‌ها، صبح بخیر. امروز پنجشنبه است. ما داریم میریم به سمت جزیره لاوان. لاوان سومین جزیره بزرگ ایرانه. اول قشمه، بعد کیشه، بعد لاوانه و توی استان هرمزگانه. ما داریم میریم به سمت فرودگاه مهرآباد. از تهران داریم میریم به سمت عسلویه و از اونجا میریم به سمت لاوان. خیلی براش هیجان دارم. یه سفر خیلی جذابه چون که تا حالا نرفتیم به این جزیره و خیلی جای خوشگلیه، به مالدیو ایران معروفه. و اینکه شما خوش اومدین به این ولاگ. میخوام که توی این سفر با من همراه باشین. بزن بریم. الان ما اومدیم توی لابی، داریم ماشین میگیریم که بریم فرودگاه. یه ذرم دیرمون شده، امیدوارم که به موقع برسیم. خب ما رسیدیم فرودگاه عسلویه. امروز ساعت 7:20 صبح پروازمون بود. 9:20 رسیدیم فرودگاه عسلویه. هنوزم توی فرودگاهیم. کلی صبح بلا سرمون اومد نگم براتون که پرواز ما قرار بود ساعت 7:50 باشه و بهمون اعلام نکرده بودن و پرواز ساعت 7:20 میخواست بپره. کلی استرس کشیدیم و کوله که بچه‌ها تو فرودگاه جا موند و اصلا نگم براتون که چقدر ما استرس کشیدیم سر اومدن. خلاصه الان رسیدیم فرودگاهی، منتظریم ببینیم میتونیم کوله بچه‌ها رو از فرودگاه مهرآباد برسونن بهمون تو عسلویه یا نه. لیدر محلی هم با همونه، دوست یکی از دوستامونه که قراره توی این چند روز با ما باشه و کلی جاهای گشتنی و جاهای دیدنی و تفریحی ما رو ببره. اون لیدر بومی اینجاه. خب همه جاها رو خیلی خوب بلده، رستورانای خوب، لوکیشنای خیلی خوب و دنج و قراره که ما این چند روز کلا با این لیدر باشیم. هوا هم عالی. تو تهران خیلی سرد بود ولی اومدیم اینجا گرم. من که دیگه تیشرت پوشیدم، بچه‌ها اون پشت دارن لباساشون عوض میکنن. می‌خوایم الان بریم به سمت چند تا جای دیدنی که نمیدونم کجاست. حالا لیدر قراره بهمون بگه، منم بهتون توضیح میدم. دیگه همین دیگه، بزن بریم. فکر کنم بچه‌ها دارن میرن با هلیکوپتر کوله‌ای که جا مونده رو بیارن. خب الان از لیدر پرسیدم میخوایم بریم غار بونود و کجا؟ یه چه دیگه هم گفت یادم نمیاد. بنفشه اومدیم به سمت غار بونود. خیلی خوشگله. بذار دوربینو اونوری کنم. به به، دریای آبی. ولی هوا خیلی گرمه. اصل ماجرا اینجاست. وای چقدر خوشگله، چه منظره‌ای. میخوام، چرا؟ دلم میخواد فقط برم تو آب، خیلی گرمه. الان ما پاییز اومدیم، انقدر گرمه. فکر کن تابستون اینجا چی میشه. وای بچه اینجا ما بریم وایسیم مثل یه عکس. چقدر خوشگله. خیلی شبیه چاهکوه اینجا. فکر کن همه اینا یه روزی زیر آب بوده. خیلی عجیبه واقعا. بعد لیدرمون میگه که فیلم محمد رسول الله رو توی این منطقه بازی کردن. الان کلی مسیر اومدیم و میرسیم تهش به دریا. باید از اینجا، از این تنابه، الان میذارم باشه، از این تنابه باید بریم پایین، بریم داخل اون غار. خواهیم بریم تو این. داره بهمون یاد میده چجوری بریم پایین.
از غار بونود اومدیم به سمت خلیج نایبند. فقط ببین چقدر خوشگله اینجا. وای همینجور موجا میان میخورن به این صخره ها. خیلی خوشگله. از خلیج نایبند اومدیم به سمت کوشکنار غذا بخوریم. اومدیم یه رستوران خیلی کیوت، البته خیلی شلوغه، کلی مسافر اومده. میخوام ببرمتون میز ما رو فقط ببینید. داخل رستوران و ما اینجا میخوایم غذا بخوریم. خیلی کیوته، مردم براش. ببینم برگرد. شرف سرخ خوردنم. داریم میری پنجره خلیج فارس. اینجا خیلی مواجه باشه. چرا اینا شیب داره؟ تازه روز اول مسافرت ها هنوز تموم نشد. بچه اینو مواظب باش. خیلی شیک داره. بیا خدا. آروم. پات رو کنار بذار. ناخدا علی جونو. میخوای من جلو برم؟ صف. پشت من بیا. علی میگه به این سوالا اعتماد نکنید. حالا بالاش یه جوری میره، چجوری بریم پایین؟ نه من نمیام. بیا، بهت نشون پایین اومدنش راحت‌تر از بالا. بچه ها خیلی خوشگله. یکی از قشنگترین منظره هایی که دیدم. خیلی به سختی اومدیم بالا ولی واقعا ارزششو داشت. خیلی آرامش داره. بریم جلو هم ببینیم. بریم جلو. اومدیم پنجره خلیج فارس. عجب. بی زحمت دوربین اومدیم. 3 2 1 دوستان خوشحال از اینکه عکسای خفن گرفتن. قدیما شلوار رو میپوشیدن، الان انداختن دور گردنشون. برگردیم که هوا داره تاریک میشه دیگه. فکر کنم میخوایم بریم خونه اگه خدا بخواد. کجا داریم میریم؟ آساده. صبح شما بخیر. امروز به تاریخ 3 آبان ماه 1404 به اتفاق دوستان زیبا از شهر تهران داریم میریم به مالدیو ایران، جزیره زیبای مارو. انشالله که به سلامتی و خوشی برگردیم. صندوقت هم باز میکنی؟ بله. ما فعلا 3 تا ماشین و کمپ آماده، همه چی بار داریم میریم انشالله. 3 تا ماشین پر وسیله. بیا از راننده هم بگیر آقا کیده. مخلص دادا. قربون صندوقش هم بگیر. گرفتیم، همه رو گرفتی. گرفتی؟ بابا میریم که یک کمپ خفن رو داشته باشیم.
این داشت وحیده. هلو. اینم خود جنس. سلام بچه‌ها، خوش اومدیم به روز دوم از سفر ما. امروز جمعه است. ما داریم میریم به سمت جزیره مارو. از پارسیان میریم به سمت بندر مقام، از اونجا با قایق میریم جزیره مارو. جزیره مارو خالی از سکن است و ما قراره که امشب اونجا کمپ کنیم. یه شب خیلی هیجان انگیز داریم. بزن بریم. خب بریم اینجا اول صبحونه بخوریم، بعد بریم به سمت بندر مقام. الان ساعت 10 صبح. وای گل کاغذی ها رو ببین، عاشق گل کاغذی هم. آخه چقدر خوشگله. دوست من در حال عکاسی از گلا. هوا گرمه ها، گرم زیاد. کسی نیست؟ همه هستن. سلام. خوبین؟ صبح بخیر. خسته نباشید. مرسی. چی بخوریم؟ همه رواتتون رو می‌خواستین چون توی مسیر از گردنه اشاق داریم رد میشیم. میخوام اینجا رو بهتون نشون بدم، فقط ببینید چقدر خوشگله. وایسا دوربین رو اونوری کنم. خیلی قشنگه. کوها رو ببین فقط. الان میرسیم به ویوی خفنی از دریا. وای خدای من، چقدر خوشگله. مگه داریم؟ باور نکردنی خوشگله. خب میخوام دوربین رو ببرم به سمت لیدرمون که داستان این گردنه اشاق رو براتون تعریف کنه. سلام علی آقا. سلام. مرسی، متشکرم. اینجا مسیر جاده ساحلی پارسیان به مقامه. خب قبلا اینجا رو چون نزدیک به روستای مقامه بهش میگفتن گردنه مقام. توی چند سالی که گردشگرا زیاد اومدن به شهر ما، طی اتفاقی تو فضای مجازی یه زوجی داشتن قبل از ازدواج عکسای فرمالیته میگرفتن، اینجا رو به اشاق تبدیل کردن. در واقع واسه ما بومیا اینجا رو بهش میگن گردنه مقام، ولی در حال حاضر تو فضای مجازی و اینستاگرام معروف شده به گردنه اشاق. من در خدمت شما هستم. سلام. توجه شما رو جلب میکنم به اخباری که همکنون به دست ما رسید. سلام بچه ها، میخوام امروز داستان گردنه اشاق رو براتون بگم. یه زوجی که خیلی هم عاشق هم بودن اینجا داشتن با همدیگه قدم میزدن و عکاسی میکردن. از اونجایی که گردنه مقام بسیار پر از قاچاقچیه، یه دونه ماشین که حمل قاچاق داشته میکرده داشته میومده و یه پلیس دنبالش بوده. از اونجایی که خیلی سرعتش زیاد بوده میاد و میزنه و این دوتا اشاق پرت میشن هوا و از اونجا دقیقاً بگیرین لطفاً فیلمو، از اونجا پرت میشن توی دریا و از اون روز اسم این گردنه رو گذاشتن گردنه اشاق. با تشکر از داستان تعریف شده شما. اینجا پر کهره است. چه بویی میاد. اوه اوه اوه. آره خیلی بو میاد. رسیدیم بندر نخیلو. اوف. ما بندر مقام نرفتیم چون که اونجا خیلی شلوغه و همه مسافرها از اون بندر میرن. ما چون لیدرمون محلی و اینجا رو خوب میشناسه ما رو آورده بندر نخیلو. از اینجا خلوت‌تره، مسیر دریاییش هم کوتاه‌تره. قراره که از اینجا بریم به سمت لاوان. الان میخوایم وسیله ها رو خالی کنیم و
بذاریم داخل قایق. اوه بچه خیلی بو بد میاد. دارم خفه میشم. خوبه کاظم خوبه. وای به چخ نرم. دارم بالا میارم. خیلی بوش بده. وحید دستم بگیر. بو گند میاد. این قایقیه که قراره باهاش بریم به سمت لاوان. میریم لاوان یا مستقیم یا میریم مارو؟ مستقیم میریم مارو. رسیدیم مارو. خیلی شلوغه. نیم ساعت با قایق اومدیم وسط دریا. خیلی ترسناک بود. جزیره مارو. رسیدیم مارو. ببین چه آب زلالی. وای اینا کمپ نیمروزونه. خیلی خوشگله. چه ساحلی داره. سلام چطورین؟ اومدیم شم پر آدمه حالا اون گرفته شد. خیلی هم شلوغ نیست. وای آبو ببین. خوب هم وسیله داریم. خیلی وسیله داریم. قشنگ صداش داشتیم. اونو زمین بذارم. اندازه 3 شب فقط وسیله آوردیم. واقعا اینجا مالدیوه. اسمش برازندشه. مالدیو ایران. چقدر خوشگل ساحلش. آب زلال. علی آقا بیل میزنی؟ بیل سلام. ایشون آقا ناصر ناخدان، ایشون آقای علی، ایشون هم آقای صالح، لیدرای ما. خسته نباشید. مرسی که ما رو آوردین. ما رو تجربه کنیم در کنار دوستان در کنار شما. 30 آبان ماه ان شاءالله. ناصر خدا قوت. مرسی آقا ناصر. ناخدا.